اگر از زبان زور بر ضد ما استفاده کنید با همان زبان به شما پاسخ می‌دهیم. عباس عراقچی در حالی در واکنش به تعیین ضرب العجل 10 تا 15 روزه ترامپ به ایران این مورد را بیان کرده که آکسیوس به نقل از یک مقام امریکایی گزارش داده ترامپ ممکن هر لحظه در مورد حمله به جمهوری اسلامی تصمیم بگیرد. وزیر خارجه روسیه اما میگوید همه میدانند حمله به تهران بازی با آتش است. آلمان، سوئیس، استرالیا و صربستان از شهروندانشان خواستند ایران را ترک کنند و ایالات متحده و جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگر به یک جنگ تمام عیار آماده می شوند. سلام، به این بخش خبر و تحلیل از یک خوش آمدید. من احمد شاه شکوهمند میزبانتان در این برنامه هستم و این مهم ها را بحث میگیرم با دکتر سید بلال احمد فاطمی، آگاه ارشد روابط بین الملل که از لندن با ما پیوستند. آقای فاطمی بسیار ممنون که فرصت دادین. با توجه به اون تعیین ضرب العجل از سوی دونالد ترامپ و حالا زورآزمایی عباس عراقچی در مورد اینکه نباید کسی به طرف ایرانی زور بگوید، فکر میکنین جنگ راه حل است یا توافق؟ سلام، به این بخش خبر و تحلیل از یک خوش آمدید. من احمد شاه شکوهمند میزبانتان در این برنامه هستم و این مهم ها را بحث میگیرم با دکتر سید بلال احمد فاطمی، آگاه ارشد روابط بین الملل که از لندن با ما پیوستند. آقای فاطمی بسیار ممنون که فرصت دادین. تعیین ضرب العجل 10 تا 15 روزه از طرف دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، این طرف زورآزمایی عباس عراقچی و گفتن این که از زبان زور صحبت کنین از زور صحبت میکنیم، در عین زمان که مذاکرات جریان داره، توافق یا جنگ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام با شما و بینندگان سرویس خبری شما. علیکم سلام. توافق خو بعید به نظر میخوره، چرا که به طوری که به حساب تجمع قوا در منطقه صورت میگیره، واضح گپ است که گپ اگر صلح همی بود اینقدر قوایی را که دمی 2-3 روز تازه به منطقه آوردن، طیاره را بیشتر ساختن، وسایل خود بیشتر ساختن، این نشاندهی ازی میکنه که تصمیم حمله نهایی است و واضح است که لابی یهود است. لابی یهود میگن که اگر امریکا حمله نکنه ما میکنیم، بنابراین امریکا را مجبور میسازن که باید یک تصمیم بگیره و واضح هم میگن که دیروزم در صحبت‌های خود در کمیته صلح که صحبت کرد گفت که ما با ایران در روز وقت دادیم و در اینجا باید اونا باید توافق کنن، نی باید نگوین دیگه. بله. اگر نی میگن حمله است. اینا از اینجا با شما معلوم است که مذاکرات به این شکل نمیشه. در مذاکرات داد و گرفت وجود می داشته باشه و در اینجا مسئله داد و گرفت هیچ نیست. موقفشان به طوری است که یکسان و یک طرف است، یا گپ ما را میپذیری یا حمله میکنیم و این شرایط از طرف اسرائیل است که به امریکا گفته شده که اگر میزایل خود عقب نبره و اتمی خود کاملا از بین نبره و حتی برنامه اتمی خود باید به کلی گلمش جمع کنه، اگر نکنه ما حمله میکنیم و با امریکا هم گفته اگر تو حمله کنی یا نکنی ما حمله میکنم. اینا شما میبینید که امریکا میفهمه که اگر اسرائیل تنها میره خود اسرائیل خود تکه میشه، مجبور امریکا در پالیش استاد میشه که استاد میشه او تجمع کردن دیگه. از این بازی گپ است که مسئله صلح کار نمیکنه، مسئله مذاکرات کار نمیکنه. در مذاکرات یک چیز کامیاب میسازه، مذاکرات تسلیمی کامل ایران با خوشی اسرائیل و امریکا که امیتو عربا وری یک پاپت و یک به حساب پاپی دان دروازه شوه، چیزی را که ملت ایران نخواهد پذیرفت. بنان بجز از این، از کمتر از این، نه امریکا و اسرائیل قبول نمیکنه. بنان یک جنگ با عزت و برای شرف و ناموس سرزمین خود این لازم است و از این بابت شما میبینید که بسیاری کشورها این را در مد نظر دارن که اگر ایران به جنگ میره ممکن بسیاری کشورها در پالیش استاد شوه و دفاع کنن. حتی ما شما میبینید که در پالیسی های کشورهای اروپایی تغییر آمده است. انگلستانی که در طول 100 سال گذشته در هر جنگ در پالی امریکای ساده بوده. دیروز کیر سارمر گفت که پایگاه های انگلیس امریکا استفاده کردن نمیتونه. در جنگ 12 روزه بعد از امریکا و اسرائیل بزرگترین قوایی که همکاری کرد و استفاده شد قوای هوایی انگلیس در قبرس بود که با اینا همکاری کرد در مقابل ایران. حالی گفتن که نه قبرس نه دیگو گاراسیره
و دیگه پایگاه ما را استفاده کرده نمیتونین. فرانسه را شما دیدین که مکرون دیروز چی گفت؟ مکرون دیروز واضح گفت اروپا باید به پای خود استاد شود، باید از حلقه غلامی اروپا امریکا باید برایه. بنابراین شما میبینید که تغییرات تنها در اونجا نیست، در اروپا هم تغییرات آمده، کشورهای عربی هم موقفشان شما میبینید که نمیخوان که جنگ شود. چرا؟ میفهمن که این جنگ کلگی غرق میشه. و ترکیه واضح گفته دیروز هم یک بار دیگه در ایتوپیا در محضر که پالی صدر اعظم ایتوپیا ایستاده بود، این واضح گفت که اسرائیل شریر است و جنگ میخواه و به حساب منطقه را با آتش میکشنه، با دامن آتش میبره و این خودش هم میسوزنه و در اون صورت ترکیه در پهلوی ایران استاده خواهد بود. ما شما میبینیم که طرف ها معلوم است و در این جنگ فکر نکنم که چیز شود برنده اونا باشن. چرا که چون منطقه در طرف نیست، ایران تسلیحات کافی را به دست آورده. شما دیروز دیدین که روسا کشتی های جنگی خودم با بندر عباس، هرمز و خلیج فارس آورد، در اونجا جای بجای کرد. یک داننی دو داننی به تعداد بیشتر از 10 دانه کشتی را همزمان آورد. یعنی امریکا کشتی های خود که آورد، اینا هم یک دفعه چیز کرد که نظام اینجا در 4 گرد استاد میشه و جنگ اگه صورت میگیره با ایران، جنگ یعنی با روسیه و چین است دیگه، مستقیم نی غیر مستقیم کشتی‌هاشون در اختیار از اینا و اینا دفاع میکنن. بنابراین در اینجا موضوع مذاکره کم، مسئله جنگ زیاد است و در جنگ هم ما شما میبینیم که اگر چیز باشه انشالله که ایران دست بالا پیدا خواهد کرد. چرا که ما انشالله را از خاطر میگم که بعض دوستا به این خفا میشه، مرا میگن که تو بعضی چیز میکنن که تو پالی ایران چرا ایستاده میشی، بگذار که حکومتش از بین بره. من در فکر از این نیستم که حکومت از بین میره یا نمیره. خدا کنه سبا حکومتش تغییر بتن، در اون مشکلی ندارم. مشکل در اینجاست که سقوط ایران در دامن اسرائیل و امریکا سقوط تمام منطقه و جهان اسلام است. اینی مسئله است که دوستا درک نمیکنن. وقتی که شما باش میگن که این دفاع باید صورت بگیره، میگه تو دفاع از ایران میکنی، از حکومت فعلی میکنی. برادر، من از حکومت فعلی دفاع نمیکنم. در سوریه شما دیدین که من بشار الاسد که سرسخت‌ترین مخالفش بودم و اصلا میفهمم که مسلمان هم نیست، اما با وجود از این من میگفتم که بشار الاسد سقوطش سقوط سوریه است. این رقم در ایران هم است. این نیست که ما دفاع از نظام میکنیم، بلکه دفاع از سرزمینی را میکنیم که یک صدباب برای تمام منطقه و جهان اسلام. بسیار سپاسگزار. حالا صحبت‌های از سرگئی لاوروف هم داشتیم. آقای فاطمی گفتند که اگه میدانند که حمله آمریکا به ایران در واقع بازی با آتش است، گونه‌ای که شما هم گفتین حالا به گونه غیر مستقیم در حمایت از ایرانی ها هم قرار دارند. چه فکر میکنین این صحبت آقای لاوروف چه معنا؟ بازی با آتش یعنی واقعا برنده جنگ را ایران میدانن روسا هم؟ نه، تو نیست که اونا برنده میدانن نمیدانن. اونا میگن که این کار که اینا میکنن خود حتما کشورهای دیگه دخیل میشه. در ضمن سرگئی لاوروف بیان اشاره داشت که در اینجا سازمانهای بین المللی هم بازی دوگانه کردن و حیثیت و شرافت قانون بین الدول پایمال کردن که اشارش به طرف NPT و آژانس بین المللی اتمی بود و گفت که این اداره با وجودی که ایران امضا کننده ازی بود و هیئت زیر در ایران موجود بود، در حالت تحقیق بود که این حمله بالای چیز باید صورت نمیگرفت، بالای ایران آژانس باید جلوی زور میگرفت و با دنیا باید با امریکا و با اسرائیل میگفت که نه حمله نکنین، ما در اونجا هستیم، هیئت ما اونجا هست، همکاری میکنن. نه، چون رافائل گروسی ایجنت از اینا بود، بنان اونا را تقبیل نکرد، با اسرائیل و امریکا همکاری کرد و اونا حمله کردن بالای عضو به حساب آژانس بین المللی. بنان از این خاطر سرگئی لاوروف گفت که اسرائیل و امریکا دارن نه تنها که با آتش بازی میکنن، با قانون بین الدول هم بازی میکنن و حیثیت و آبروی تمام سازمان های بین المللی را میبرن و ارزش حقوقی و ارزش معنوی از زیر پا میشه. بسیار تشکر. حالا اگر جنبندیتان را هم داشته باشیم، آنچه شما تصویر سازی کردین این که بیشتر از این که مذاکرات
در واقع کارساز باشه و توافق بیانجامه، بیشتر زمینه سازی برای یک جنگ کلان بزرگ در منطقه فراهم است. به هر حالش جنبندی تان از بحث امشب ما چگونه هست؟ در صورت این جنگ مشخصاً با توجه به دید اون توانایی نظامی که دو طرف دارن و حامیانی که دارن، کی برنده میتونه باشه؟ خب در کل بازنده همگی خواد بود. هم ایران میبازه، هم امریکا و هم اسرائیل بسیار میبازه. مگم در امو با باختن هم یک طرف برنده ساده میباشه، زخمی میباشه اما برنده میباشه. و او زخمی برنده ایران خواد بود. چرا که طرف های مقابل در منطقه جای پای ندارن، اجنبی هستن. اسرائیل هم اجنبی است و امریکا هم اجنبی است و به حساب یرغلگر و تهاجمگر است. از این بابت تهاجمگر در هر دو مقطع زمانی در تاریخ بالاخره مشت آهنین خورده. از سفیر اسرائیل در آمریکا هم شنیدیم که گفتن نظر به اون روایت از تورات که تقریبا تمام خاورمیانه را اگر اسرائیلیا بگیرن حقشان است، این را چگونه بررسی میکنین آقای فاطمی؟ خب اونا همین دعوا از لحاظ تاریخی میگن که از به حساب از دوران داوود علیه السلام این سرزمین یهودا بوده و به حساب هم به بایبل براتان چیز میکنن، هم قرآن از مشان براتان چیز میکنن. در اونجا ممی است که این سرزمین اسرائیل بوده. 70,000 پیامبرای که اینا در اونجا کشتن، در این سرزمین اسرائیل کشتن. اونا از این لحاظ تاریخی دعوا دارن و این منحط تنها به همین سرزمین کوچک نیست. اونا سر صحرای سینام دعوا دارن که بخش از سرزمین مصر است، سر مدینه منوره هم دعوا دارن که جزء عربستان سعودی است و لبنان، امیر رقم اردن و این سرزمین ها را کلگی سوریه این دعوا دارن که یک کنعان بزرگ همین سرزمین است و این سرزمین ماست دیگه. اونا خود دعواشون همیشه در گرینر اسرائیل که میگن و در سر شانه های عسکرش و همین نقشه زدگی است، نقشه کوچک نیست. او را شما ببینید کلگی اردن، سوریه، عراق، سیه سراسینا کلگی اون نقشه هست. یعنی اونا پت نمی کنن. این علنی است که اونا با بازی های در وقتی که به جنگ میرن سر بازویشان نمی شعار زدگی است. مسلمان ها اما حتی بیت المقدس را مربوط به مسلمان ها میدانن. فکر میکنید کی حق به جانب از در این میان؟ ببینید لحاظ تاریخی و مذهبی اگر ببینین در این خود بیت المقدس که است چرا که خود بیت المقدس جایی که حضرت عیسی علیه السلام تولد شده در همونجا است. و از خاطر که این چیز گنبد سلیمان علیه السلام است، یعنی پسر داوود علیه السلام، گنبد داوودی برش میگن، بنان یهودا هم در اینجا بودن و مسلمان ها چون پیامبر خدا از اینجا به معراج سفر کرده و قبله اول جهان اسلام بود و بعداً باز قبله با کعبه شریف دور خورد. بنان از همین خاطر شما اگر ببینید در یک طرف از بیت المقدس یهودا عبادت میکنن، در یک جایشان عیسوی‌ها عبادت میکنن چرا که جای تولد حضرت عیسی علیه السلام است، و از مقطع دیگه مسلمان‌ها عبادت میکنن چرا که براق حضرت پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم از همینجا چیز کرده به عرش رفته دیگه. از این بابت برای عرصه مذاهب که به نام مذاهب ابراهیمی یاد میشن این مقدس و محترم است و از همین خاطر برای ازی بکاری است که جامعه جهانی به طور یک سیستم جور کنن که اسرائیل به او احترام کنن. شما میفهمین که عیسوی‌ها در وقتی که جنگ با اسرائیلیا میشه، عیسوی‌ها در پالی مسلمان‌ها استاد میشن چرا که اونا هم در اینجا مظلوم واقع شدن. بسیار تشکر. و از این بابت اونا در پالی مسلمان‌ها استاد میشن و اسرائیل‌ها نه تنها که بر مسلمان‌ها ظلم میکنن، بر نصرانیان ظلم میکنن، اونا را ملت کوب میکنن، اونا را میکشن. با وجودی که امریکا و انگلیس اینا عیسوی هستن، در پالی از اونا استاد هستن، اما عیسوی‌ها در اینجا زیر ظلم هستن. بسیار تشکر دکتر سید بلال احمد فاطمی، آگاه ارشد روابط بین الملل از حضورتان در برنامه خبری تحلیلی امشب ما از لندن. و بیننده های عزیز، همکارم ندیم بهرام در همین مورد گزارشی آماده کرده که با هم می‌بینیم. لبریز شدن صبر امریکا بر ایران، شکاف دیپلماسی چیره‌تر شد. دونالد ترامپ روز جمعه هشدار داد که اگر در گفتگوی اخیر به نتیجه مطلوب نرسد، گزینه نظامی اقدام اخیر واشنگتن خواهد بود. ترامپ افزوده که مردم ایران با رهبران این کشور فرق دارند. به گفته ترامپ، آنان در زمان کوتاه 32,000 ایرانی را کشتند.
مردم ایران با رهبران این کشور خیلی فرق دارند و این یک وضعیت بسیار غم‌انگیز است. در ایران 32,000 نفر در زمان کوتاه کشته شدند. من واقعا دلم برای مردم ایران می‌سوزد. آنها در جهنم زندگی کردند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به گفته‌های رئیس جمهوری ایالات متحده مبنی بر تعداد کشته شدگان معترضان در ایران گفته است که اگر کسی نسبت به آمار ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی تردید دارد باید با مدرک صحبت کند. در عین حال عراقچی در مصاحبه هشدار داده است که اگر رئیس جمهوری ایالات متحده با زبان زور با مردم ایران سخن بگوید این کشور نیز همان گونه پاسخ خواهد داد. اگر با مردم ایران با زبان احترام صحبت کنید ما نیز با همان زبان پاسخ خواهیم داد، اما اگر با زبان زور با ما سخن بگویید ما نیز همان گونه پاسخ خواهیم داد. با این حال کشورهای سوئیس، صربستان و عربستان در تازه‌ترین هشدارهای رسمی از شهروندانشان خواستند تا از سفر به جمهوری اسلامی خودداری کرده در صورت حضور در این کشور هرچی سریعتر آنجا را ترک کنند. همزمان با این سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد که در حالت دفاعی آماده باش قرار دارند و ای تاکید کرد که به هر گونه حمله از سوی جمهوری اسلامی پاسخ قاطع خواهند داد. این در حالی است که تنش‌ها میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی بیش از پیش شده است. با این حال تد کروز سناتور برجسته ایالات متحده گفته بود که دولت ایران در یک بحران فرسایشی قرار دارد و ترامپ برای سرنگونی جمهوری اسلامی نباید این فرصت را از دست بدهد. پایان خبر از یک. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.